هر نفسم آه فلک باز تو بود. سازم از ساز تو و سوزی من از سوز تو بود. خامه ام شمع صفت گرچه سرافشانی کرد، لیک در ظلمت وحشی شرر افروز تو بود. روزگاری که عدو خاک شریفت را بیخت، من برای تو گلستان سخن کردم سبز. روزگاری که رقیب آمد و خونت را خورد، در تن خشک تو سودخوان سخن کردم سبز. فراموش نشدند، اصلا که پشت پرده غفلت و فراموشی نافتادند. باز هم آنسان که بودند روشن‌تر شدند. با آن مبارک باد میگویم که در همین روزهای مولود مسیح ما و شما پیام رفتگان را میشنویم و اما چنان که در بالا اشارت شد آنها رفتگان نیستند. آنها انسان‌هایی هستند که آوازشان از گذشته نمی آید، از آینده ما می آید، از فرداهای منیر ما می آید. رفتگان آینده ترین، رفتگانی هستند آینده ترین، پاینده ترین و همیشه ترین. بزرگ می گوید که چه عجب اگر انسان‌های ممتاز باشند و آن خصوصیت یافته باشند که پا بر سر کیوان زنند. یعنی حضرت رودکی، آدم‌الشورا رودکی، حکیم فردوسی، تمام بزرگان ما، مولانای حافظ. حلقه زند قطره باران در آب، ما همه خوابیم، همه خواب. پنجره ها بسته و یک پنجره چشم گشاید به ره آفتاب. گرچه روانیم عدم بر عدم، گل بشنانیم قدم بر قدم. مرگ و حیاتند دو تن بر به بر، جفت هماغوش کمر در کمر. ما همه خط خوان و ولی نیستیم از خط پیشانی خود با خبر. گرچه روانیم قدم بر قدم، گرچه روانیم عدم بر عدم، گل بنشانیم قدم بر قدم. عشق به تو تکیه کند بود من، خاطره های شفق اندود من. رفته آینده ترین منی چون که توی قبله معبود من. گرچه روانیم عدم بر عدم، گل بشنانیم قدم بر قدم. شب شد و آن سیب طلا کنده شد، آینه افتاد و پراکنده شد. شب شد و آن سیب طلا کنده شد، آینه بشکست و پراکنده شد. قلب من افتاد و تو برداشتی، بار دیگر زنده و فرخنده شد. گرچه روانیم عدم بر عدم، گل بشنانیم قدم بر قدم. السلام علیکم به همه شما عزیزان بشارت پذیر. چنان که فرزان جان گفتند در همین روزی دی ماه زمهریر به این جسارت و دلاوری شما اینجا جمع آمدید و با آتش نیاکان گرم بشوید، پیام اجداد را میشنوید. این پیام بزرگان ماست، این افروزه باطنی است، این افروزه جاویدان روشنی روحانی است که ما و شما را گرم می‌دارد. روزگاری بود که ما و شما در منزل هامان برق نداشتیم. استاد لایق میگفتند با نور ایمانتان روشن شوید و با بخاری دلتان گرم شوید. جوانی تابستان جاویدان است، جوانی بهار ابددوام است. حالا فرزان جان از حضرت اقبال خواندند که تو جوانی خام سوزی، سخنم تمام سوزی. غزلی که می نویسم به تو سازگار بودا. و اما فرزان جوان خامسوز نیستند، جوانی هستند روشن از افروزه های داخلی و معنوی. جوانی هستند پراپور از انگیزه های نجیب روحانی. جوانی هستند پراپر از ذوق پرواز
و فکری نواغازی با نام ارمغان حجاز گذاشتمکان در برگیرنده دوره اسلام بود و از آن تا امروز ما گفتیم یک مندرجه سازیم. این برنامه‌ای که امروز برای شما تهیه شد این مندرجه است، یعنی این اکنون آغاز کار است. شروع از رودکی تا اقبال لاهوری. انشاءالله من در آینده باید برای شما محفل های هم گذارم که زندگی اینها بازم مختصرا افاده کرده باشد. و من باید یک نکته دیگر هم گویم. زی تو رفتم و ببردم دوری عشق در گلوی توی دیگر آفریدم زی مواد آرزوی نشناختی خوجندا که بدین شعاب و گرمی نکند در آسمانت شفق دیگر نموی. نشناختی که چون من همه روزه کس نآید، اگر آمد و ندیدی با کی درد دل نماید. تو بغیر مهربانی نبود برو نیازت، تو به گوش کن بداری با کی او سخن سراید.